الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 99 از آموزش توحید است. البته ما در حلقه های گذشته به شما معنای توحید و معنای شرک و با تمام تفصیلاتش توحید ربوبیت و توحید الوهیت را از جانب زیاد بیان کردیم. ان شاء الله سبحانه و تعالی از این حلقه شروع میکنیم. یک چند حلقه ها در موضوع خود عبادت می رود، زیرا که ما به شما بیان کردیم که توحید الوهیت این توحید عبادت است، یعنی عبادت ها را تنها و یکتا به الله انجام دادن است و به غیر الله عبادت را انجام دادن این شرک است که الله سبحانه و تعالی نمی بخشد. چگونه که در سوره نساء 48 الله میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نمی بخشد همون کسانی را که به الله شرک را قرار دادند و توبه نکردند و وفات کردند، در حالت شرک وفات کردند. و بجز شرک به دیگر گناه ها البته الله سبحانه و تعالی معیار گذاشته است. معیارش این است که هر کسی گناه کبیره را انجام داد و توبه نکرد و وفات کرد مستحق عذاب است و در مشیت الله است. الله به کسی خواهد می بخشد. پس فهمیده می شود که انسان به واسطه عبادت موحد می شود و توحید را تحقیق می نماید و بریزاگی الله سبحانه و تعالی نائل می شود به واسطه عبادتی که خودی الله این عبادت را امر کرده که انجام بدهیم و به واسطه رسولش محمد صلی الله علیه و سلم این عبادت را به ما تعلیم داده است. پس ما عبادتی که در شریعت آمده است انجام بدهیم و خاص به الله سبحانه و تعالی انجام بدهیم، این تحقیق توحید است. اما کسی بیاید عبادت را به غیر الله سبحانه و تعالی انجام بدهد، مشرک شده و الله سبحانه و تعالی او را نمی بخشد و جنت را برای او حرام کرده است و جای او جهنم است. و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. همانا که هر کسی که به الله شرک را قرار داد، یعنی مشرک شد، الله سبحانه و تعالی این انسان را به جنت وارد شدنش را حرام می کند و بازگشت او، مأوای او جهنم است و برای ظالمان هیچ نصرت دهنده و کمک دهنده وجود ندارد. یعنی در روز قیامت مشرکا به خود یگان کمک کننده ندارند و به عذاب سخت و بی نهایت علم آور جهنم به سبب شرک، به سبب این که عبادت را به غیر الله انجام داده اند داخل میشند. زیرا که شرک این به نهایت گناهی بزرگ و ظلم بزرگ است. الله میگه این شرک لظلم عظیم، همانا که شرک حتما به نهایت ظلم بزرگ است که انسان به نفسش کرده است. پس از اینجا، از این مقدمه ما فهمیده می شود که ضرور است که عبادت را بشناسیم. وقتی که فهمیدیم که به واسطه عبادت انسان به جنت می رود یا که به همین واسطه عبادت که به غیر الله انجام داده می شود به جهنم می رود، پس عبادت را ما باید خوب بفهمیم و بشناسیم تا که این عبادت را تنها به الله انجام بدهیم و عبادت را به غیر الله انجام ندهیم. از عبادت غیر الله براءت بکنیم. چلی که حضرت ابراهیم علیه السلام و ایمان آوردگان در پهلویشان براءت را از مشرکین و از شرک اعلان کردند. سوره ممتحنات 4: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. همانا ابراهیم و کسانی که با همراهی ابراهیم به الله سبحانه و تعالی ایمان آوردند و مؤمن و موحد بودند براءت خود را اعلان کردند و به قومشان به این مشرکا گفتند که ما از شما براءت خود را اعلام میکنیم زیرا که شما مشرک هستید و از این شرک هایی که شما انجام میدید عمل شرک هم براءت خود را اعلام میکنیم. بدانید که بین ما مؤمنین و بین شما مشرکین و کفار ظاهر شد از همین روز دشمنی، عداوت، جنگ و جدال تا همان روزی که ایمان به الله میارید. پس سبحان الله، به خاطر این که عبادت را به غیر الله انجام میدادند الله اونها را مشرک گفت و ابراهیم و ایمان آوردگان و مؤمن و موحدین با همراهی ابراهیم از مشرکین براءت خود را اعلان کردند. پس ما هم باید عبادت را، دایره اش را خوب بیاموزیم و عبادت را به الله انجام بدهیم. با همین کافی است؟ نه. و از عبادت غیر الله براءت خود را اعلام بکنیم و از عبادت کنندگانی که غیر الله را عبادت میکنند براءت خود را اعلام بکنیم. فقط از شرک براءت کردن کافی نیست، بلکه از مشرکین باید براءت خود را اعلام بکنیم. انمین است کلمه اسلام. ما میگیم که من دینم اسلام است، من مسلمان هستم. این چی معنی دارد؟ معنیش این است که الاستسلام لله بالتوحید، تسلیم شدن به الله به توحید و انقیاد له بالطاعه و پابرجا بودن در طاعت و عبادت الله و براءت من الشرک و اهلی. یعنی بعد از اینکه موحد شدید، بعد از اینکه اطاعت الله را انجام دادید و عبادت را به الله انجام دادید، باید براءت من الشرک، از شرک و از اهل شرک باید براءت بکنید. سوال اینجاست که کسی که یگانه الله را عبادت بکند، اطاعت الله را بکند، شرک را ترک بکند، از شرک براءت را اعلام بکند، اما از مشرکین براءت نکند، آیا این مسلمان است؟ نه، این مشرک است. باید از مشرکین براءت خود را اعلام بکند. بارک الله فیکم. پس این مقدمه ها به ما چی را میفهماند؟ این مقدمه ها به ما ضروریتی شناخت عبادت را میفهماند که ما باید عبادت را هم از نظر معنای لغویش هم از نظر معنای شرعی فهمیم. یعنی دایره عبادت، وقتی که معنای عبادت را میفهمید بعد میفهمید که عبادت در گرد و اطراف کدام عملها دور میزند و عبادت چی و عبادت به خود چند رکن و عبادت از کجاها به وجود می آید. و همه این رو ما باید بدانیم که وقتی که عبادت رو خوب فهمیدیم همه این عبادت رو به الله انجام بدیم. پس آموختن عبادت از آموختن توحید الوهیت است. کسی که عبادت رو نمی آموزد توحید الوهیت رو حالا خوب درک نکرده و نفهمیده و نشناخته است. از همین جهت شروع میکنیم به عبادت. چقدر کلمه زیباست کلمه العباده، به زبان عربی العباده، عباده. در لغت کلمه عبادت وقتی که نظر میکنیم میبینیم که گرفته شده است. همین کلمه عبادت گرفته شده، مشتق است از فعل عبد یعبد عباده. عبادت این یک ریشه کلمه هست که مصدر است. مصدر یعنی ریشه کلمه. عبادت نمودن، عبد عبادت کرد یک مرد، یعبد عبادت میکند یک مرد گذشته، حاضر آینده، عبودیه، الوهیه، تعبد، متعبد یک کسی عبادت کننده، مستعبد. و اگر به اصل کلمه عبادت ما نظر بکنیم میبینیم که اصل کلمه عبادت به دو معنای به هم ضد می آید. دو معنایی که به هم دیگرش ضد هست که علما میگن اصلین متضادین. یعنی اصل عبادت کلمه عبادت در لغت، نه در شریعت، در لغت در اصلش بدو اصلی که به هم دیگر ضد است میاد. خیلی که البته یک از علمای لغت این رو ذکر کرده به مانند ابن فارس رحمه الله. اصل اول در لغت گفتیم بدو اصل کلمه عبادت میاد. اصل اول معنای عبادت در لغت اصلش
به معنای ذل، شکستگی، خواری و سرخمی و اللین ملایمی، مهربانی و الخضوع. خضوع هم انمین است. الذل و الخضوع، خضوع شکستگی، احتیاجمندی و بارک الله فیکم نیازمندی و خواری و زاری و شکستگی. خشوع، خشوع به هم دیگر بیند نزدیک است. خشوع کردن این چنین پالو برو بال شکسته، کسی که خودش را حقیر می حسابد، خودش را نیازمند می حسابد، خودش را احتیاجمند می حسابد به یک ذاته. و این چنین عبادت به معنای طاعت، اطاعت کردن، استسلام، تسلیم شدن، انقیاد، همیشه در پایبندی عمل بودن، اذعان همون عمل را آشکار کردن و خود را پست گرفتن و در حالت پستی، خواری و زاری نگه داشتن. این اصلی اولی معنای کلمه عبادت است. ببینید که در لغت یعنی خواری، زاری، خود را پست گرفتن، سرخم کردن، احتیاجمند حس کردن، خود را پرو بار شکسته و تسلیم شده، اطاعت کننده و سر فرود آورده به کسی، در اطاعت کسی بودن و امر کسی را همیشه پابرجا به امر کسی بودن، یعنی گفتی کسی را 100% به جا آوردن، همه این عبادت است. یعنی پایبندی امر کسی بودن و همین پایبندی خود به امر کسی را اعلان کردن، این همه عبادت است. از همین جهت ما میگیم که امروز کسانی که به یک پادشاه یا به یک رئیس اطاعت میکنند، چنان اطاعت میکنند که همیشه پایبندی امرهای اویند و امر او را 100% به جا میآورند و همیشه گوششان راست به طرف او که چه امر میکند که به جا بیارم، و در پیش رئیس خودشان را خوار و زار میبینند و خودشان را 100% تسلیم شده به او و در اطاعت او میبینند، پس عبادت یک کس رو کردیست. از همین جا لشکرهای طاغوت که 100% در امر و فرمان او هستند به کفر میروند، به چیزی نگوید میروند، به کفر واقع شدند. بارک الله فیکم. یعنی الله سبحانه و تعالی میگه و قومهما لنا عابدون، و قوم آنها عبادت کننده هاگانی ما بودند. در اینجا ببینید کلمه عابدون، عبادت، به معنای انا همین اومده است. یعنی به ما خوارزار، اطاعت کننده، خضوع و خشوع کننده، تسلیم شده و به امر ما پایبند بوده، یعنی امرهای ما را به جا آورنده. این اولین معنای اولین اصلی معنای لغتی عبادت است. اصل دوم، یعنی معنای دومی که از عبادت گرفته می شود، این به معنای می آید عبادت الشده، سختی، صلابه، شده و غلیظی و سختی و علما میگن القوه، قوت و غلظه، غلظه، غلیظی. یعنی ببینید همین کلمه عبادت در لغت اگر نظر بکنیم، اصل همین کلمه عبادت به دو معنا می آمده است، به دو اصل. یک معنای اول عبادت، یکم اصل معنای عبادت یعنی سرخم کردن، شکسته شدن، خضوع، خشوع، اطاعت و تسلیم شدن و اینها، پایبند به سر فرود آوردن، پایبند به امرش و غیره. و معنای دومش که ضد اول است، سختی و قوت، غلیظی، که البته می آید معنای عبادت در بعضی حالتها همچنین معنا می دهد.
و به همین قسم دوم داخل می شود. در این قسم دوم، در اصل دوم در لغت عرب به معنای بزرگ شماریدن و اکرام کردن، یک کسی رو بزرگ شماریدن یا یک کسی رو اکرام کردن، اینقدر احترام و عزت و اینچنین کردن. یا که ندم میگن، پشیمان شدن، غمگین شدن. انا همه اینها هم معنای عبادت را میدهد. یا که سختگیری، ترک کردن، از انجام عمل دست کشیدن، همه اینها به معنای عبادت میاد. یعنی دو اصلی که به هم دیگر زید به این معنی که یک قسم از معنای عبادت عمل کردن رو بیان کند، قسم دیگری معنای عبادت ترک رو انجام یعنی معنی داد میکند. از همین جهت عمل کردن یک چیز رو به وجود آوردن هم عبادت است، ترک کردن یک چیز هم عبادت است. ترک کردن یک چیز هم عبادت است، عبادت گفته میشود. که حالا ما در حلقه آینده این رو به شما بیان میکنیم. از همین معنی است که الله سبحانه و تعالی میگه قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بگوی محمد، همانو که اگر رحمان الله سبحانه و تعالی فرزند داشته باشد، پس من اولین کسی هستم که عابدین. اینجا کلمه عابدین به کدوم معنی اومده است؟ به معنای اول یا که به معنای دوم؟ معنای اول اگر بگویم یعنی معنای آیت همین میشود که بگوی محمد اگر الله فرزند داشته باشد، من اولین کسی هستم که فرزند الله رو عبادت میکنم. اعوذ بالله، این چنین نیست. اینجا عبادت به معنای دوم اومده است که اگر الله فرزند داشته باشد، من اولین کسی هستم که عبادت فرزند الله رو ترک میکنم. یعنی به معنای دوم، به معنای دوم لغوی عبادت که علما میگن ای تارک عبادته ممتنع عنها، یعنی من اولین شخص شده عبادت فرزند الله رو ترک میکنم. اگر الله فرزند داشته باشد هم من فرزند الله رو عبادت نمیکنم، من یگانه الله رو عبادت میکنم. گفتنی معنی دارد. پس عبادت فهمیدید که از نظر لغوی به دو معنا می آمده است. عبادت از نظر لغت دو اصل داشته است که به هم دیگر زید. یکی اش عمل کردن و یکی اش ترک کردن. یکی اش خواری و زاری و ملایمی و مهربانی و سرخم کردگی و شکستگی و احتیاجمندی و تسلیم شدن و اطاعت کردن و پایبند بودن به امر کسی و اعلان کردن پستی و این. و دوم اصلی معنای عبادت سختی و قوه، غلظه، غلیظی، بزرگ شماریدن و اکرام کردن و پشیمانی و غمگینی و البته که ترک کردن و خودداری کردن از انجام عملی. این بود معنای عبادت در لغت. بارک الله فیکم. پس مختصرا بگویم عبادت، کلمه عبادت در لغت این طاعت است، اطاعت کردن، ذل، خود را خوار و زار و شکسته، الذل و الخضوع، خود را خوار، زار، شکسته، احتیاجمند حس کردن است به وجهی بزرگ شماریدن. یعنی یک کسی رو، یک شخصی رو یا یک ذات رو شما اینقدر بزرگ می حسابید، همون چیز و همون شخص و همون کس در نزد شما اینقدر بزرگ است که شما خود را در نزد او خوار و زار و ذلیل، شکسته و خود را پایبند به امر او و اطاعت کننده او می حسابید. این عبادت است. یعنی یک انسان دیگر را بزرگ شمارد و بعد از این خودش را در نزد او خوار و زار حساب بکند، خودش را تسلیم او بکند، خودش را در نزد او احتیاجمند و شکسته و حقیر حساب بکند، فهمد که عبادت یک کسی را کرده شده است. این عبادت ها را ما تنها باید به الله انجام بدیم. یک کسی رود در نزد قبر همچنین بکند، از قبر بترسد، از قبر امید بکند، از قبر طلب بکند، در نزد قبر خودش را خوار و زار، شکسته، احتیاجمند
ذلیل حقیر حساب بکند، البته که همون قبر رو عبادت کرده است. یعنی همین عملها رو نسبتی کسی از بزرگداشتش انجام بده داند که عبادت رو انجام داده است نسبتی همون کس. امروز ما به مشرکان نظر میکنیم، همه این مشرکا با این که الههایشون گوناگون است، معبودهایشون گوناگون است، لیکن انا همین نمود عبادت رو انجام میدهد. نظر بکنید به رافضه ها. رافضه ها کی ها رو عبادت میکنند؟ ابولولوی مجوسی یا که امام های دوازدگانشون رو عبادت میکنند. میبینید که اینها همین الههای خود رو، همین قبرها رو بزرگ میشمارند و بعد از بزرگ شماریدن چیکار میکنند؟ خودشون رو در نزد این قبر خوار و ذلیل، احتیاجمند، شکسته و تسلیم شده نشان میدهند و بعد از این طلب میکنند، از قبر طلب میکنند. به یک چند شرک وارد میشن. صوفی ها در نزد قبر پیامبر می آیند، به نزد قبر پیامبر سلام میدهند و بعد از این پیامبر را اینقدر بزرگ میشمارند و از بزرگ شماریدن پیامبر از دایره اسلام میبرند، یعنی غلو میکنند، برای آنکه بزرگ شماریدن پیامبر صلی الله علیه و آله دایره خود را دارد. اینها غلو میکنند، پیامبر را به حدی الله سبحانه و تعالی میرسونند و بعض از صفاتهای الله را به پیامبر میدهند و بعد از این خودشان را در نزد قبر پیامبر شکسته و خوار و ذلیل، خضوع و خشوع عبادت ها را انجام میدهند و از پیامبر طلب میکنند چیزی را که پیامبر قادر نیستند و غیر از الله کسی قادر نیست، به مانند طلب شفاعت. و این چنین بودیست هایی که اصلا به دین اسلام تعلق ندارند، این چنین مجوسی ها، این چنین این هندی هایی که امروز گاو میپرستند و موش میپرستند و حیوان میپرستند، همه اشون چیزی که پرستیده شدند در نزدشون بزرگ است. اول بزرگ میشمارند و بعد از این خودشون را در نزد این معبودشون حقیری حساب میکنند و تسلیم میشوند و بعد از این عبادت میکنند. البته باید بدونید که یک چیز را بزرگ شماریدن و در نزد او خود را خوار و ذلیل و تسلیم شده و احتیاجمندی حساب کردن، تمام این شرک است، به شرک واقع میشن. امت اسلام، شاگردانی پیامبر صلی الله علیه و سلم و شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم که امت اسلام است، اهل توحید، اهل سنت و جماعت، فرقه ناجیه چی میگویند؟ میگویند که ما وقتی که گفتیم که لا اله الا الله گفتیم، الله را اثبات کردیم، به بزرگی الله، به محبت الله، به خوف و ترس الله و قصد ما، اراده ما، نیت ما الله، یگانه ذاتی که در نزد ما اینقدر بزرگ است که ما خود را همیشه به او احتیاجمند، در نزد او خود را خوار و ذلیل، الخضوع، خشوع، ذل، این همه عبادت ها را به او انجام میدیم، این الله است. و غیر از او دیگر انسان هایی که در این دنیا هستند، اگر ما اونها را بزرگ شماریم هم به اون درجه‌ای که الله را بزرگ میشماریم بزرگ نمیشماریم و ما انسان را وقتی که بزرگ شماریدیم در نزد او خود را تسلیم شده، اطاعت کننده 100% و در نزد او خود را خوار و ذلیل نمیگیریم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که گفتیم که محمد رسول الله، شهادت میدیم که محمد رسول الله است، به امر الله ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم 100% پیروی میکنیم، اما به پیامبر سجده نمیکنیم، خود را احتیاجمندی قبر پیامبر نمیدونیم، رزق را از پیامبر نمیدونیم و پیامبر را به درجه الله نمیبریم، خود را در نزد پیامبر خوار و ذلیل و شکسته و به این معنا که برویم و رکوع و سجود به پیامبر کنیم انجام نمیدیم. پیامبر را هم یک بشر میدونیم، اما اطاعت کردنش را واجب میدونیم، یعنی فرض عین است که ما اطاعت بکنیم. با الله به واسطه پیامبر رفتن ناممکن است، باید به واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم رویم. یعنی قرآن خودش بس است گفتن ناممکن است، قرآن سنت با فهم صحابگان میریم. پیامبر را معصوم میگوییم، بیگناه میگوییم، پیامبر را سید و ولد آدم میگیم، پیامبر را از همه بزرگترین انبیا و رسول میگیم، اولوالعزم خلیل الله میگیم، اولین کسی که به جنت میدارد پیامبر میگیم، اما پیامبر را عبادت نمیکنیم. اون کاری که پیامبر انجام داده نمیتوانند،
اون عملهایی که از خصوصیت الله هست به پیامبر نمیدیم. بمانند این که از پیامبر طلب دعا نمیکنیم. پیامبر وفات کردن، پیامبر رو زنده در قبرشون در مثلی که در همین دنیا هستند نمیگیم، چه خیلی که اشعری و ماتریدی ها میگن، صوفی ها میگن. پیامبر یک بشر، یک انسان میگه که وفات کرده اند، که دیگه از قبر اون رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی طلبیده نمیشد و قبر پرستی، قبر پیامبر رو پرستند و شرک و کفر میدانیم. و این خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، قبر مرا یک وثنی قرار ندید که عبادت کرده شد. پس عبادت در بعض حالتها مرادف لفظی طاعت میشد. عبادت یعنی اطاعت، اسلام، تسلیم شدن. عبادت یعنی الوهیت. عبادت یعنی دین. عبادت یعنی شریعت. و در بعض حالتها عبادت اطلاق یعنی گفته می شود به معنای اینکه امر الله، دین الله. عبادت در بعض حالتها به عمل و فعلی که بنده انجام میدهد گفته می شود. فعلی که بنده از شریعت انجام میدهد، امرها رو بجا آورد، عبادت گفته می شود. چلی که یک از علمای لغوی بیان میکنن، میگن که ازهری در تهذیب میگن که العبادة فی اللغة طاعة مع الخضوع والذل. عبادت در لغت این اطاعت کردن با همراهی خضوع و ذل هست. یعنی اطاعت کردن با همراهی احتیاجمندی را حس کردن و خار و ذلیل و نیازمندی را حس کردن و شکسته حال خود را حس کردن است. یعنی هم اطاعت میکنید، عبادت میکنید، اطاعت میکنید و هم خود را احتیاجمند و حقیر حس میکنید. و انباری میگن که فلان عابد الخاضع لربه المستسلم لقضائه المنقاد لامره. یعنی فلان انسان عابد است، یعنی عبادتکار است، یعنی کسی که خاضع است، به امر الله سر فرود آورده است، تسلیم به قضای قدر الله شده است و به امر الله پایبند شده است. و میگن که و قول الله که اعبدوا ربکم آمده است، یعنی ربتون را عبادت بکنید، معناش این است که ای اطیعوا ربکم، یعنی ای اطاعت ربتون را بکنید. معنای ایاک نعبدو و یعنی میگن ایاک نوحد، یگانه تو را عبادت میکنیم، معناش این که یگانه یعنی تو را عبادت ها را یگانه به تو انجام میدیم. یعنی عابد عبادتکار باید چی باشد؟ موحد باشد، یعنی عبادت را تنها به الله باید انجام میدهد. تبری در تفسیر میگن که در تفسیری انا همین سوره فاتحه میگن که العبودیه عند جمیع العرب اصلها الذل میگن. عبودیه یعنی عبادت را انجام دادن در نزد همه عرب، اصل عبودیت این خاری و زاری و خود را در حالت پستی و حقیری حس کردن است. اصل عبادت چی بود است؟ اصل و اساس عبادت چی بود است؟ خود را در حالت خاری و زاری حس کردن است. یعنی یک کسی به الله عبادت بکند اما خود را در نزد الله خار، زار، شکسته، احتیاجمند، ذلیل و پست نپندارد، پس این عبادتش بر ریا واقع شده است و به کبر واقع شده است. و این چنین انسان البته عبادتش غیر شرعی است. چرا که عبادت اولین قدم عبادت و اصل عبادت انم الذل است، الخضوع است. الراغب میگن که العبودیت اظهار التذلل، عبودیت یعنی عبادت رو انجام دادن این ظاهر کردنی خاری و زاری به الله است. والعبادة ابلغ منها لانها غایة التذلل. عبادت از خاری و زاری دیده باز بالغتر است، یعنی کاملتر است و بالغتر است، زیرا که کلمه عبادت مقصدی اساس و غایه کاملی خاری و زاری را در بر میگیرد. انا این بود معنای عبادت در لغت. پس برادر عزیزم و خواهری بزرگوارم، وفقکم الله، الله شما را موفق به توحید بکند. از نظر لغت هم عبادت یعنی اصلش و اساسش الذل، یعنی خود را احتیاجمند
حس کردن و خود را نیازمند و خود را خور و ذلیل و پست و حقیر و شکسته حس کردن. بکی اگر موحد شدن خواهید این همه عبادت را به الله انجام میدهید و به جنت میروید. و اگر همین عبادت را پستی، خوری، زاری، اطاعت کردن و تسلیم شدن و پایبند به امر کسی بودن و به نشان دادی کسی همیشه کار کردن و در نزد او خود را خور و ذلیل حساب کردن و خود را بنده کسی قرار دادن، اگر به غیر الله این عبادت ها انجام دهد انسان مشرک می شود و عاقبتش جهنم است. از همین جهت است که انسان موحد همیشه سربلند است، عزیز است، به کسی سرخم نمی کند، بنده کس نیست، بنده یگانه الله است. هیچگاه به غلامی راضی نمی شود، هیچگاه به سخن باطل سرخم نمی کند، هیچگاه خود را تسلیم شده یک انسان رئیس پادشاه حاکمی نمی کند. حاکمی که مالکی که به او موحد سرخم کرده و به او خود را ذلیل و خضوع و این استسلام و طاعت و انقیاد و پابرجا به امر او هست، او الله سبحانه و تعالی. از همین جهت انسان موحد آزادترین انسان است. انسان موحد که معنای توحید الوهیت را فهمیده و معنای عبادت را فهمیده و عبادت را به غیر الله انجام نمیدهد و تنها به الله انجام میدهد، در روی این دنیا آزادترین انسان و آرامترین انسان و خوشبختترین انسان و قلبش خرسندترین قلب در این روی آرام است. و غیر موحد مشرکین مضطربترین انسان، به تشویش گرفتارترین انسان، دلتنگترین انسان و شکست پذیرترین انسان و همیشه غمگینترین انسان، غلیظترین و بدبختترین انسان مشرک است. چرا که قلب او ناآرام است، زیرا که قلبش را مجبور می کند که به یک انسان اطاعت کند، خوار و ذلیل و تسلیم شده باشد. اما قلب فطرتاً می خواهد که تنها به الله اطاعت بکند. در همین حالت اضطراب به وجود می آورد. پس این بود، این است معنای توحید عبادت که به همین واسطه توحید الوهیت رو شما می فهمید. و با همین این حلقه رو به پایان می رسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده معنای عبادت رو از نظری شریعت بیان میکنیم. زیرا ما همیشه به شما میگیم که هر یک کلمه که شریعت استفاده برده است باید معنای لغوی و معنای شرعی او فهمیده شود. معنای لغوی هر یک کلمه وسیع‌تر و عمومتر از معنای شرعیش است. معنای لغوی عام است و معنای شرعی خاص است که ما به شما ذکر میکنیم در حلقه آینده. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.